مطالب این صفحه پرده‌هایی از زندگی یک شخصیت در تاریخ انسانیت است. لطفاً با خواندن هر صفحه اگر می‌توانید اسم این شخصیت رو حدس بزنید. او در جوانی در چند عملیات حیاتی فرمانده جنگ بود و حتی یک بار هم شکست نخورد. چندین بار تا پای از دست دادن جانش جنگید، اما به هیچ وجه عقب نشینی نکرد و همیشه در نهایت پیروز میدان بود. او سالها به عنوان شخص دوم مملکت نقش ایفا کرد. و همه به شایستگی‌های منحصر به فرد برای اداره آینده جامعه اعتراف داشتند. اما وقتی زمان روی کار آمدن او رسید، تعدادی از خواص سیاسی کودتا کردند و عموم مردم از او حمایت نکردند. در نتیجه از صحنه سیاست کنار گذاشته شد. اما او به هیچ وجه مملکت را برای رسیدن به حق خود و آشوب نکشید. در تمام زمانی که کنار گذاشته شده بود به مردم و حکومت قهر نکرد. و بیشترین مشاور را به حکام مخالفش داد. تا به مملکت آسیب نرسد. چه آدم خوبی بوده. بالاخره مردم که در عمل به ناکارآمدی دیگران پی برده بودند. از او با اکثریت را آرا حمایت کردند و ریاست حکومت وقت را به او سپردند. او هم با این شرط که فقط بر اساس حق عدالت حکومت کند و هیچ چیز را بر آن برتری ندهد، حکومت را پذیرفت. نمیدونم. در دوره حکومتش به هیچ وجه اجازه نداد که دوستان و آشنایانش از رانت‌های حکومتی استفاده کنند و حتی با دوستان و برادرش که می‌خواستند با پارتی بازی به مقام و اموالی برسند به شدت برخورد کرد. تا حدی که آنها یا دشمنش شدند و با او اعلام جنگ کردند یا یا به دشمنش پیوستند. آیا میشه حد بزنید این چه کسی بود؟ خب یه سری از افراد بودن که این ویژگی‌ها رو تو جامعه به ما گفتن. آقای سردار سلیمانی بودن که میگفتن. آقای رفسنجانی نیستن مثلا. چند تا گزینه تو ذهنمه. قاسم سلیمانی، این احمدی نژاد نیست. آیت الله خامنه‌ای، آقای رئیسی. عجیب شد. نظارت شدیدی روی عملکرد استانداران و زیردستانش داشت و اجازه نمیداد که حقی از اقشار کم برخوردار جامعه ضایع شود. خودش هم با پایین‌ترین امکانات زندگی می‌کرد. و حقوق اندکش را صرف کمک به نیازمندان می‌کرد. آیت الله بهشتی آخرین درگیری او با گروهی مثل داعش بود که با ظاهرگرایی و کج‌فهمی به جان جامعه افتاده بودند. او با شهامت تمام با آنها مبارزه و کرد. اکثر آنها را از سر جامعه کم کرد. و در نهایت به دست یکی از باقی ماندگان همین گروه ترور شد. صفحه آخر علی ابن ایشان علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام است. بله، حضرت علی. امیرالمومنین علیه السلام است. امام علی علیه السلام. علی ابن ابی طالب امیرالمومنین است. آقای کاندید انتخاباتی شما مقدار از این ویژگی را دارد. ایشون اصلا قابل مقایسه نیست. من میگم امیرالمومنین داده با دشمنش دوست بود. اینا با دوستاشون دشمنن.